صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 2. گسترش دولتداری و تمدن آریایی در عهد هخامنشیان. نیاگان تاجیکان به هیئت دولت آریایی ها همچون یک قوم همریشه و با همخویش و از جهت تمدن آریایی، عمومیت زبان، عمومیت فرهنگ و مذهب بسا نزدیک وارد شده از همان دوره یک تقدیر مشترک تاریخی را بنیاد گذاشتند. آیین زردشتی که هنوز در آغاز گسترش خویش در قلمرو دولت باختر و سغد ماهیت اجتماعی و سیاسی پیدا کرده، اولین دولت‌های متمرکز آریاییان شرقی باختر قدیم، سغد و خوارزم را به زینه نوی پیشرفت رسانیده بود، توسط تاجران باختری و سغدی و موغ‌های زردشتی به قلمرو ماد و امپریای آریایی‌ها پهن گردیده در شکل دوالیستی انکشاف یافت. تحقیقات‌های نوین عالم تاجیک زهرالدین یوسفوف که در هفته‌واره بهار عجم به تب رسیدند، پهلوهای تازه مقام تاجیکان را در گسترش فرهنگ آریایی می‌کشایند. بعدتر در زمان هخامنشیان می‌نگارد محقق، قسمت‌های شرقی و غربی دیگر دولت‌ها متحد شد و در آن وقت آیین زردشتی بازسازی گردید که رواج اصطلاح تاجیک با آن رابطه مستقیم دارد. اگر با آغاز پیدایش این اصطلاح نظر اندازیم، پس می‌بینیم که این واژه خیلی قدیمی بوده به سرنوشت سخت مردم ما وابسته است. میتوان تخمین کرد که در زمان بازسازی آیین زردشتی تفاهم تاجیک پهن گشت. معتقدان این آیین به هنگام گرویدن به زردشتیه بر سر تاج یا بر انگشتان خویش انگشتری میانداختند. به این سبب آنها را تاجیکان، تاجکان یا تاجیکان و اینچنین تازیکان نام بردند. عقیده از ریشه تاج پیدا شدن اصطلاح تاجیک و به آیین زردشتی و تاج و تاجداری نسبت داشتن آن از جانب عالمان زیاد از جمله خانیکوف، اندریف، استاد عینی، یعقوبوف و دیگران مورد تدقیق قرار گرفته باشد هم، به هر احتمال این قضیه کس را به اندیشه میبرد که در جریان روند تاریخ نسبه اعتقادی و تاجداری تدریجاً به نسبه اتنیکی و ملی تبدیل یافته است. از همین سبب کلمه تاجیک در وطن اصلی زردشت که تعلیماتش در باختر خیلی پیشتر از آن که به غرب وارد شود رایج بود. قضیه بالا که از جانب عالمان و مورخان ما تحقیقات عمیقی را تقاضا دارد خود گواهی حال است که مغان زردشتی چون پهن کنندگان آیین و فرهنگ تازه به دربار هخامنشیان نیز راه یافته به انگیزه نوی روحانیت مغها بنیاد گذاشتند و به قول یکی از تواناترین زردشت‌شناسان میر بایس، آیین زردشتی در پهناهای آسیا 3500 سال مقدم پدید آمده، سپس به آیین دولتی سه امپری ابرقدرت تبدیل یافت و گذشته از هخامنشیان در دوره اشکانیان و ساسانیان به نفوذ و گسترش فرهنگ آریایی مساعدت نمود. علل خصوص در عهد هخامنشیان تمدن و آیین دولتداری آریایی به پایه خیلی بلند رسیده شهرت جهانی می‌یابد. از بس که در باب‌های 7-8 کتاب یکمی از آریان تا سامانیان آید به دولت هخامنشی علاقدر حال معلومات داده بودیم، حالا کوشش می‌نماییم که از آیین‌های دولتداری و نظام کارگزاری آنها مختصر حرف زنیم. اصول‌های اداره‌کنی و نظام کارگزاری امپری هخامنشی که در طول بیش از 200 سال یکی از بزرگترین امپریاهای جهانی بود، از تمدن و رسالت دولتداری آریایی سرچشمه گرفته نظر به همه ساخت اداره‌کنی دولت‌های پیشگذشته مشرق زمین مصر و بابل، آشور و ماد، باختر و سغد و غیر افضلیت و برتری ها داشت. موافق معلومات تاریخ نگاران عهد قدیم و جدید، قلمرو امپری هخامنشیان به سه قطعه عالم آسیا، اروپا و افریقا دامن افراخته، اهالی متحد شده قریب با 55 زبان گفتگو می‌کردند.
герадот дар қатори 20 вилояти ё сатрапиҳо империяи ҳахоманишӣ ки баъзан ҳудуди як давлати бузург масалан Миср, Ошур, Модро фаро мегирифт, дар айни ҳол рӯйхати 70 халқиятро ки дар ин вилоятҳо мезистанд овардааст. ба қавли академик Бобоҷон Ғафуров, тамоми давлати ҳахоманишӣ ба вилоятҳои молиётдиҳандаи ҳарбӣ яъне сатрапиҳо тақсим гардида буд ки онҳоро волиҳо яъне сатрапҳо идора мекарданд. чӣ навъе ки Геродот хабар медиҳад, дар аҳди Дорои як ки ба солҳои 522 ва 486 пеш аз мелод рост меояд, шумораи ин қабил вилоятҳо ба 20 адад мерасид. волиҳо ки бевосита ба подшоҳ итоат мекарданд, аксаран аз байни мардумони ориёитабор таъин карда мешуданд. вазифаи волӣ асосан аз ҷамъоварии андоз ва нигаҳдории қушун иборат буд. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих аз китоби дуюм дар мавзӯи густариши давлатдорӣ ва тамаддуни ориёӣ дар аҳди ҳахоманишиён идома дорад.